رفقا، دوستان پرسپولیسی و البته استقلالی، سلام. ما با تبعیض قائل نمیشیم، به همه سلام میکنیم و آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون داریم. آقا 2 روز بیشتر به دربی نمونده، کلی هیجان و استرس از الان من خودم دارم. به هر حال دربی دیگه، دربی نیچرش، خاصیتش همینه. میخواستم پیش بازی بریم، راجع به دربی صحبت کوتاهی بکنیم و یه تحلیلی از هر دو تا تیم و تاکتیک و اون ترکیب احتمالی که هستش بریم ببینیم قضیه از چه قراره. قبل از اینکه من برم سراغ اصل مطلب، یه چیزی که خودم تو یک روز خیلی بهش فکر می‌کردم و گفتم عنوان کنم با شما. متاسفانه که اتفاقات بدی که افتاده و مطمئنا دلایلی هم پشتش هستش. من خودم یادمه از بچگی که مثلا میرفتیم واسه دربی، خانوادگی پرسپولیسی بودیم. دربی اینجوری بود، قطعا شمایی که برای دهه 60 به قبل، حتی یه سری بچه دهه 70 هم شاید یادشون بیاد، دربی اینجوری بود که از روز قبل خیلی از طرفدارایی که از شهرهای مختلف میمدن دور استادیوم اتراق میکردن، چادر میزدن. هزاران طرفدار دور تا دور استادیوم از شهرهای مختلف میومدن که بتونن فرداش صبح زود وارد استادیوم بشن که جا داشته باشن. ما هم که حالا خب ساکن تهران بودیم، طرفدار ساکن تهران دیگه از ساعت مثلا 6 7 8 صبح میبینی که همه راهی بودن به سمت استادیوم و دیگه شما بعد از ساعت 10 صبح جا گیرتون نمیومد. یعنی استادیومی که 100,000 نفری بود، 120,000 نفر کیپ تا کیپ جمعیت میشست. 10 صبح به بعد شما جای سوزن انداختن تو استادیوم نبود. خیلی هم اگر خوش شانس بودین بازی ساعت 3 شروع میشد، حداقل 5 6 ساعت انتظار تا بازی بخواد شروع شه. و یه سری یادش به قصه برنامه سرگرم کننده بود، چت بازی و اینجور چیزا بود که تایم بهتر بگذره واسه تماشاگرها. و الان رسیدیم به جایی که دربی شده با 8,000 تا تماشاچی. تهران پایتخت، با اون ابهت و بزرگی، یه استادیوم نداریم که بخوایم دربی رو توش برگزار کنیم. واقعا شرم آور، خجالت آوره. بازی قراره توی عراق برگزار شه و با 8,000 تا تماشاچی. تمام کشورهای عربی رو شما نگاه کنین، میلیاردها دلار خرج کردن. الان شما عربستان رو نگاه کنین، میلیاردها دلار هزینه کردن که بتونن این طرفدارا رو بکشونن توی استادیوم، ولی باز با این همه جایزه و هزینه و بازیکنای تاپ لول سطح اول فوتبال جهان که اونجا بازی میکنن، بازم میبینید استادیومشون پر نمیشه. ما متاسفانه اون سرمایه رو هم که داریم نمیتونیم حفظ بکنیم یا نمیخوایم حفظ بکنیم. حالا خیلی صحبت نکنم، برم سراغ بازی. من اینجا ترکیب احتمالی دوتا تیمو نوشتم. قبل از اینکه بخوام برم سراغ ترکیب احتمالی، یه جنبندی کلی از هر دوتا تیم پرسپولیس استقلال بکنم، نقاط فنی و نقاط قوت و ضعف دوتا تیم. من فکر می‌کنم دوتا مورد مشترک که توی پرسپولیس و استقلال هست، یه سری ضعف‌های دفاعی و یه سری نقاط قوت که برمیگرده به قدرت هجومی هر دوتا تیم. اونم چرا؟ چون دقیقاً وینگرهای هر دو تیم خیلی لولشون بالاست. واسه استقلال رو بخوایم بگیم، آسانی بازیکن فوق‌العاده، یه تاثیرگذار، خلاق، شوت زن، تکنیکی، پا به توپ. همینطور کوشکی این خصوصیاتو داره. استقلالی‌ها منیر حدادی رو ندارن که خیلی میتونست مهره تاثیرگذاری براشون باشه. مهران احمدی اگر به این بازی برسه که فکر میکنم برسه، خیلی بازیکن خوبیه، که از اون بازیکنایی که من خودم به عنوان پرسپولیسی دوست داشتم. پرسپولیس داشتیمش. بازیکن خیلی پا به توپ، خلاق و پرتحرکیه. بخوام سراغ ترکیب احتمالی برم، برای استقلال عرضم به حضورتون که احتمال خیلی فراوون آدان رو توی گل میذارم با توجه به اون سیو پنالتی که جلوی فولاد خوزستان تو بازی قبلی داشت. علاوه دروازه من فکر میکنم پرسپولیس یه برتری داره. پیام نیازمند از نظر من بدون تعصب بخوام بگم از هر دوتا گل استقلال یه سر و گردن بالاتره، چه از آدان چه از فرعباسی. دوتا دفاع وسط استقلال قطعا ما سامان فلاح و آشار ماتوف رو داریم. دفاع چپ گودرزی، دفاع راست هردانی. البته میگم اینا ترکیب احتمالیه، ما مطمئن نیستیم. من فکر میکنم برخلاف بازی قبلی استقلال این بازی رو یه ذره محتاطانه تر بازی کنه و به جای یه هافبک دفاعی از 2 تا هافبک دفاعی استفاده کنه. من فکر میکنم نتیجه مساوی برای استقلال خیلی خوشحال کننده تر. اونا راضی تر خواهند بود که از ما مساوی بگیرن تا ما از استقلال.
حالا با توجه به شرایط تیم که پرسپولیس یک دو هفته خیلی بهتر شده، خوب شده و مهرهای خیلی تاثیرگذارتری داره واسه دربی بازترن به قول معروف بازیکن پرسپولیس. تیم یه مقدار بالانس‌تره نسبت به استقلال بخوام تو این چند هفته قبل مقایسه بکنیم. و چیزی که هستش، من فکر می‌کنم با دو تا هافک دفاعی بیان بازی بکنن، چشمی و اندونگ. من فکر می‌کنم چشمی بعد چند تا بازی این بازی رو فیکس بازی بکنه کنار اندونگ، اون کارمند میانی رو محکم ببندن، بخوان جلوی حملات پرسپولیس رو خنثی کنن دقیقاً جایی که اون نقطه‌ای از زمین که ما اورونوف رو داریم، بیفوما و آلیشا رو داریم، عمری رو داریم. حالا بین بیفوما و آلیشا احتمالاً یکشون بازی میکنه قطعاً و میریم جلوتر. اون سه تا بازیکن جلوی استقلال، من فکر می‌کنم استقلال سیستم 4-2-3-1 بازی کنه. این برداشت منه، حالا شاید تغییر بدم. من فکر می‌کنم سه تا بازیکن پشت سحرخیزان آسانی باشه که آسانی رو به متمایل به راست بازی کنه، مهران احمدی وسط باشه، متمایل به وسط‌تر باشه، کوشکی هم که چپ بازی میکنه معمولا. من فکر می‌کنم اگر این سه تا بازیکن پرسپولیس بتونن خنثی بکنن و اون کارایی لازم ازشون بگیرن، حالا چجوری میتونه باشه، میتونه یارگیری مستقیم باشه، میتونه بستن راه پاس دادن و رسوندن توپ به این بازیکن‌ها باشه. اونم میتونه خیلی، یعنی اصلا قبل از اینکه بخوام به توپ برسن مسیر پاس به اون سه تا بازیکن خوبشون بسته بشه. و جلو هم که استقلال سرخیزان رو داره که آماده است، بازیکن خیلی خوبیه. پرسپولیس من فکر میکنم سرخیزان بازیکن پا به توپی هم هست. من فکر بعضی از دفاعی پرسپولیس، حالا چه کنعانی چه پورعلی گنجی، مخصوصا پورعلی گنجی، جلوی بازیکنایی که پا به توپن و خیلی خوب مانور میدن یا تغییر جهت میدن، خیلی خیلی راحت جا میمونن. امیدوارم که این نقطه ضعف رو توی این بازی حداقل ما بتونیم برطرف کنیم. متاسفانه ما تو هافک دفاعی باکیچو نداریم تو این بازی که خیلی میتونه کمکمون بکنه. سروش هست و سرلک که توی یک دو بازی قبلی خیلی خوب کار کردن. امیدوارم امروز هم روزشون باشه، چون اون کمربند میانی توی دربی خیلی مهمه. اون تیمی که بتونه وسط میدون مال خودش کنه، شانس بردش تو دربی خیلی 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 زیاده. این ترکیب استقلال بود. بخوام برام واسه ترکیب پرسپولیس ارزم به حضورتون که قطعا پیام نیازمند یکی از نقاط قوت ما تو این بازی خواهد بود و قطعا بازی رو شروع خواهد کرد. دو تا دفاع وسطمون، من میگم این ترکیب احتمالیه که حدس میزنیم باشه، نظر من نیست، چون اگه نظر من فقط بود من قطعا یکی دو تغییر به این ترکیب میدادم. کنعانی و پورعلی گنجی دفاع وسطمون، من فکر میکنم که من اگر بودم من خودم دوست داشتم ابرقویی جای پورعلی گنجی بازی کنه، چون اگه ابرقویی بازی میکرد ما خیلی بهتر از عقب بازی سازی رو شروع میکردیم. بازم میگم بارها گفتم ابرقویی تو این مورد خیلی عالیه، پاس خیلی خوب میرسونه توی پای بیفوما، توی پای آلیشا، توی پای اورونوف و بازیکنایی که حالا توی پای عمری و اونا هم بازیکنایی که خیلی خوب توپو میتونن بگیرن و بچرخن و برن موقعیت ایجاد بکنن. ولی خب من فکر میکنم پورعلی گنجی بازی کنه، چون بازی قبلم اسمان به پورعلی گنجی بازی داد. پس شد دفاع وسطامون کنعانی و پورعلی گنجی. میلاد محمدی قطعا دفاع چپ ما خواهد بود که من فکر میکنم میلاد خیلی نقش مهمی تو این بازی داره. چرا؟ چون دقیقاً سمتیه که آسانی بازی میکنه. میلاد محمدی اگر اوجش باشه خیلی 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 عبور ازش سخته. من خودم تجربه بازی روبروشو داشتم. خیلی بازیکن چغریه، خیلی سرعتیه، اصلا یه لحظه وقت نمیدونی چه یهو میاد توپتو میگیره. خیلی خیلی خوبه. امیدوارم روزش باشه که بتونه آسانی رو مهار کنه. سمت راستمون یعقوب براجعه بازی خواهد کرد که باز اگه من بودم انتخاب من نبود. من فکر میکنم هنوز اون عدم پختگی رو تو بازی یعقوب میبینیم. بازیکنی که قطعا پتانسیل داره، شاید 1 سال 2 سال دیگه یکی از مهرهای فوق العاده تاثیرگذاره و بدون جانشین ما باشه. ولی من صحبتم راجع به الانه. من فکر میکنم که متاسفانه اوریه هم آماده نیست. یعنی ما الان تو نقطه از زمین یه مقدار مشکل داریم. اوریه 100% نیست. یعقوب براجعه بازیکن فوق العاده به قول معروف کم تجربه، یک تجربهش مختص به همین چند تا بازی بوده که امسال بازی کرده و امیدوارم اونجا، چون توی اون قسمت زمین یکی از بهترین بازیکن‌های استقلال بازی میکنه کوشکی، امیدوارم که یعقوب یا اوریه یا هر کسی دیگه تو اون پست بازی میکنه بتونه کوشکی رو مهار کنه، چون اگر ما به کوشکی فضا بدیم و زمان بدیم میتونه برامون خیلی خیلی خطرساز باشه. یه سوالی که ذهن خود من هست، البته خب ما تو تمرینات نیستیم،
سهیل صحرایی خیلی فوق العاده بود، یعنی شروع لیگ عالی کار کرد برای ما. من یادم بازی با سپاهان هفته دوم لیگ بی‌نظیر بازی کرد، اصلا جوری بازی کرد که من گفتم که تا آخر فصل مهره فیکس ماست. من نمیدونم مصدوم، من چند جا پرسیدم از دوستان پرسپولیسی، مصدومم نیست، نمیدونم حالا شاید از آمادگی بدوره، ولی اگر آماده باشه من فکر میکنم خیلی میتونست تو نقطه از زمین کمکمون کنه. وقتی بریم نقطه جلوتر، دوتا هافبک های ما سرلک و سروش خواهند بود به نظر من. متاسفانه باکیچو نداریم، عرض کردم خدمتتون، خیلی خیلی میتونست کمکمون باشه. خیلی خیلی حیف شد، من خودم به عنوان پرسپولیسی افسوس میخورم که باکیچو نداریم. سرلک و سروش خواهند بود همونجور که تو چند تا بازی قبلی بودن. من فکر نمی‌کنم اسمار این دوتا بازیکن که تو چند تا بازی قبلی گذاشته رو بخواد بهشون دست بزنه، چون الان به یه هماهنگی رسیدن، کنار هم بازی کردن. سه تا بازیکن جلومون قطعا سمت متمایل به راست عمری خواهد بود، متمایل به چپ اورونوف خواهد بود و وسط بین اینها البته متغیر هست، این سه تا آزادن، هی جاشون رو با هم عوض میکنن. این آزادی رو اسمار بهشون داده که خیلی هم عالیه واسه بازیکن با این خصوصیات. این آزادی عمله خیلی میتونه کمک کنه بهشون. از بین آلیشا و بیفوما یکیشون بازی خواهد کرد که احتمال داره آلیشاه باشه، چون بیفوما نمیدونم اگه اون 100% آمادگی رو داره، میتونه مثلا بیفوما نیمه دوم بیاد اگر نیاز باشه به حضورش. به هر حال هر کدوم بازی بکنن ما یک کدوم از اینا رو روی نیمکتمون داریم. راجع به نیمکت هم بخوام صحبت بکنم، نیمکت پرسپولیس میچربه به نیمکت استقلال. استقلال یک تو بازیکن دفاعیش که اصلا یه سری مشکلات خوردن، مثل عارف آقاسی و آرمین سهرابیان که اصلا توی اسکوادشون نیستن دیگه. منیر حدادی مصدومه و نازون فکر میکنم، نمیدونم مصدوم یا نه مطمئن نیستم، ولی فکر کنم مصدوم بود، نمیرسه به این بازی. هرچند خیلی تاثیرگذار نبوده توی استقلال، نتونسته جا بیفته ترکیب. ولی به هر حال بخوام دیگه خیلی نمیخوام دونه دونه اسم ببرم، ولی در کل پرسپولیس نیمکتش میچربه، یعنی نیمه دوم اگر نیاز به تغییرات باشه دست اسمار نسبت به ساپینتور خیلی بازتره. جلوی این سه تا بازیکنمون عمری، آلیشاه یا بیفوما و اورونوف ما علیپور رو داریم که اصلا قطعا یه نقطه قوت لحاظ روحی روانی از هر لحاظ که شما فکرشو بکنید. بارها به استقلال گل زده، کابوس استقلال، دقیقا مثل امید آلیشاه. اینم نکته رو من یادم رفت عرض کنم، آلیشاه حضورش توی زمین لحاظ روحی روانی میچربه، اصلا یه نقطه قوتیه واسه ما. فکر میکنم بعد بالای 10 سال جلوی استقلال داره بازی میکنه و جالب براتون بگم حتی یه دونه باختم نداشته، بالای 20 تا بازی جلوی استقلال بدون شکست. این اصلا یه رکوردیه که من فکر میکنم دست نخورده باقی بمونه. علیپور هم تو همون مایه هاست تقریبا و من فکر میکنم علیپور خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه با توجه به ضعفی که سامان فلاح داره و من فکر میکنم اگر بتونیم فضای پشت فلاح آشورماتوفو ما نشونه بگیریم، بتونیم بندازیم و علیپور فرار بکنه، مثل خیلی از بازی‌های قبلی ما میتونیم برای استقلال خطرساز بشیم. و برای شما بگم یه نکته دیگه که پرسپولیس خیلی زوش نقطه قوت پرسپولیس محسوب میشه، پرس از بالاست که علیپور، عمری، آلیشاه عالی این کار رو انجام میدن، تیم حریف رو تحت فشار قرار میدن و من خیلی امیدوار هستم با این تحت فشار قرار دادن سامان فلاح مخصوصا که اشتباهاش زیاده، مخصوصا توی بازی سازی، خیلی حساب باز کردم روی این مورد که ما فشار بیاریم، استقلال تحت فشار قرار بذاریم، توپو پس بگیریم و مثل یک تا بازی قبل پرتعداد حمله بکنیم. این هم یکی از نقاط قوت پرسپولیس بوده که خیلی پرتعداد حمله میکنیم. وقتی میریم توی هجوم میبینیم توی محوطه جریمه حریف 5 تا 6 تا بازیکن داریم، سروش اضافه میشه، هافبک‌های دیگه هم اضافه میشه، میلاد محمدی اضافه میشه و این خیلی نکته امیدوار کننده ایه. پس من بخوام به جنبندی نهایی برسم، نقاط قوت و ضعف رو گفتیم. به عنوان پرسپولیسی امیدوارم که اون یک بازیکن خلاق استقلال مهار شن و امیدوارم روز خوب پورعلی گنجی و کنعانی باشه و همینطور براجعه. امیدوارم روز خوب هافک وسطمون باشه و ما بتونیم اون نبض میدون رو در دست بگیریم و پیش بینی از نتیجه اگه بخوام بکنم، یه همجوری پیش بینی فکر میکنم 2-1 به نفع پرسپولیس بشه و امیدوارم که اینطور باشه. پرسپولیس خیلی بیشتر از استقلال به این 3 امتیاز نیاز داره با توجه به شرایط جدول و دیگه میریم واسه بازی جمعه و
و اینکه بعد از بازی هم یه تحلیل داریم. امیدوارم که من واسه تحلیل بعد از بازی سر حال و خندون بیام و پر از کرکری باشه. و اینکه براتون عرض کنم که یه مورد دیگه که بود، الان از این پشت دوربین دارم به من هی کمک میکنم منتها من نمیفهمم. اونو که دیگه خودشون میدونن دیگه. تو رو خدا سابسکرایب کنید. الان من نگاه کنم، من لباس قرمز حتی نتونستم واسه خودم بخرم، اینجا با لباس پرسپولیس بودم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت کنید، کاری بکنید. خلاصه به هر حال خیلی ممنون که وقت گذاشتین و تماشا کردین. حالا بعد از بازی دربی صحبت خواهیم کرد مفصل‌تر با آنالیز بازی و امیدوارم که ما خوشحال باشیم. مراقب خودتون باشین تا جمعه.